سلام خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه. فردا سالگرد ازدواجمون بود و من قصد داشتم بعد از کلاس ساعت 7 برم کادوی سالگرد ازدواجمون رو بخرم. اینجا دارم چیتام ویدان میکنم. پودر فیکس که هیچ وقت نباید فراموش بشه. خب چیتام بیتان تموم شد و بزن بریم. اینجام که همیشه خدا ترافیکه. بالاخره رسیدیم و پارک کردیم و اینم آسانسور داغون پارکینگ و رفتیم به سمت کلاس. امروز برخلاف هفته پیش کلاس برگزار شد ولی خب 2 نفر بیشتر نبودیم. ساعت 8 کلاس تموم شد و رفتم به سمت بازار بخاطر که کلاس مرکز شهر بود. خیلی راحت تر تونستم برم. اینجا فاصله ستاره شهر، طبقه همکف طلا فروشیه. بعد میرفتیم بالا. همسر من خیلی علاقه به فندک‌های فانتزی داشت و رفتم سراغ فندک فروشی. البته که سیگار نمیکشه. اینا فندک‌هایی بود که مد نظرم بود انتخاب کرده بودم. در نهایت رسیدم به این و خریدمش. اینجا رفتم چند تا از عکسامون رو تبدیل به فوتوکارت کردم و بریم به سمت خونه. رفتم شیرینی فروشی یه کیک هم گرفتم به خاطر اینکه خیلی کیک نمیخوره. همین یه تیکه کافی بود و بالاخره اومد. تو از کجا پیدا شد که با دلم حرف زدی؟ من عاشق این سالگرد ازدواجمون مبارک. ممنون عشق دلم. اومدی به به مبارکمون باشه عشقم. مبارک دوتامون باشه. من کادته. خلاصه بعدش رفتیم بنزین زدیم چون آخر ماه بود، می‌خواستیم کارت سوختمون رو خالی کنیم. بعدش هم برگشتیم خونه و بعد از شام یه آب پرتقال گرفتم و با کیکمون خوردیم. من به خاطر اینکه اون بیلبیلک‌های پرتقال رو دوست دارم اجازه دادم که توی آب پرتقال اون باشه. اینم از این. و نوش جان و برشی که اصلا موفقیت آمیز نبود. مرسی که ویدیو رو نگاه کردین. تو ویدیو بعد میبینمتون.